با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و جهت رشد با سرعت ساحه سیاحی در کشور در شهر تورسونزاده کوچه احمد دانش پایانتر از بیمارخانه قریه بالا چایخانه نو و زمانوی با نام شام خوجند مورد بهره برداری قرار گرفت. ضمن افتتاح آشخانه مذکور معاونان رئیس شهر تورسونزاده فعالان و ساکنان شهر اشتراک نمودند. ضمناً از مسئولین آشخانه دعوت به عمل آورده شد که در جریان آماده و پیشنهاد نمودن محصولات غذایی و مسئله صفت محصولات، سطح خدمت رسانی و طلبات سانیتری و اپیدمیولوژی توجه مخصوص ظاهر کرده شود. در اینجا طعام‌ها، خورش‌های ملی و اروپایی و شیرینی‌ها آماده کرده می شود. داخل بینای چایخانه موافق با استانداردهای بین‌المللی بنیاد گردیده دارای شرایط مساعد استراحت و فراغت و تناول خوراک می باشد. در چایخانه شام خوجند به مسئله تازگی توجه همه‌جانبه ظاهر گردیده آشپزهای با تجربه شهر خوجند فعالیت می نمایند. مورد به ذکر است که در آشخانه شام خوجند در برابر خوراک و خورش‌های ملی و اروپایی نمودهای گوناگون سیخ کباب‌های خوجندی آماده می شود که لذتی فراموش نشونده دارد. در چایخانه شام خوجند امکانات قبول تا 300 نفر مهمان در یک وقت موجود است. رژه کاری این مکان همارزو از ساعت 8 صبح تا 23 شب بوده برای میزبان خوراک و خورش‌های صبحانه نیز آماده کرده می شود. آشخانه مذکور برای قبول مشتریان آماده است. مقصد اساسی مسئولین این بلند برداشتن سطح خدمت رسانی به ساکنان و مهمانان تورسونزاده شهر می باشد.